اینجا فارکس هستش یا میتونید تو این قسمت فیوچرز ها US oil سیلور و نمادهای مختلف رو ببینید و میتونید در واچ لیستتون قرار بدید که هی نخواهید از این قسمت سرچش کنید. زمانی که در واچ لیستتون باشه یک کلیک روش بکنید به راحتی میتونید وارد بشید و نمادتون رو کامل تحلیل و بررسی بکنید. و اما در پایین ترش میتونید بیاید اون نمادی رو که انتخاب کردید یک سری اطلاعات کلی هم ازش داشته باشید. یک سری به قول معروف دیتا ها مثل این که الان در چه حالتیه، در فروش سخته، خرید سخته یا در حالت طبیعی هستش. اوکی، این از این. یک سری خب میشه گزینه ها هم این پایین هست، ولی برای اینکه تایم زیاد نشه من از این گزینه ها صرف نظر میکنم. اینها رو خودتون میتونید بعداً بررسی بکنید و در صورت نیاز ازش استفاده بکنید. گزینه های بعدیمون چه؟ این قسمت ابزارهامون هستش. گزینه اول رو چنانچه روش کلیک کنید میتونید نوع به قول معروف گفتنی این به قول معروف نمیدونم چی بخوام بهش بگم، این ابزاری که میتونی باش صفحه رو جابجا کنی رو انتخاب کنی، به صورت حالا نقطه باشه، به صورت یک حالا فلش باشه یا به این شکل حالا بهش ماجیک هم میگم، به صورت این چوبه باشه. اما قسمت های مهم این قسمته. گزینه دوم زمانی که روش کلیک کنید یک سری ابزارها بهمون داده میشه. اولیشو و مهمترین هاش رو میشه گفت همین یکیش ترند لاینه که با این ترند لاین شما میتونید خط روندهاتون رو رسم کنید، صعودی، نزولی یا هرچه، و از این قسمت میتونی رنگش رو انتخاب کنی، ضخامت به قول معروف این خط رو انتخاب کنی و از ابزارهای دیگهش هم میتونی استفاده کنی. تو ستینگش میتونی یک سری تغییرات کلی رو ایجاد کنی، حالا در رابطه با قرار گرفتن روی حالا قیمت ها یه سری تکست هایی بهش اضافه شه و یا به سمت راست، چپ یا هر قسمت دیگه بتونه خط شما ادامه دار باشه. و چنانچه روی این سطل زباله هم کلیک کنید به صورت کامل میتونید پاکش کنید. گزینه بعدیمون چی هستش؟ ری هستش. اون هم به همین شکل، فقط برای اینکه بخواید خود دقیق تر رسم کنید میتونید از این ابزار هم استفاده بکنید. ابزار ری این قابلیت رو در اختیارتون میذاره که میبینید یه خورده بلند هستش دیگه، میتونید یه خورده دقیق تر رسم بکنید. و اگر بخواید کلیه خطایی که کشیدید یا اندیکاتورهاتون رو پاک کنید میتونید در این قسمت سطل زباله اگه اولی رو انتخاب کنید میگه آقا فقط خطا رو پاک کن، دومی میگه آقا یه اندیکاتور باز داری میتونی اونو پاک کنی، یا سومی همشو. من اینجا میزنم آقا هرچه حالا خطی چیزی کشیدم یا از ابزارها استفاده کردم رو پاک. یه گزینه داریم به نام اینفو لاین. زمانی که شما یک خطی رو میکشی میاد یه سری دیتا ها هم به شما میده دیگه. ترندی رو کشیدی، یه خط روندی رو کشیدی، یک سری دیتا ها هم این پایین به شما میده که حالا چند درجه هست یا شامل چند تا کندل بوده یا چند روز و چند ساعت طول کشیده تا این کندل ها تشکیل بشن. دوستان اینا رو باید شما تمرین بکنید خودتون دیگه، من دارم فقط یه شمای کلیشو بهتون میگم. گزینه بعدیمون میتونه اکستند لاین باشه که میبینید شما میتونید خط رو بکشید به سمت چپ و راست، یعنی گذشته و آینده رو هم براتون ترسیم میکنه و خب با استفاده از این ابزار میتونید یه خورده دقیق‌تر و صافتر خطاتون رو رسم بکنید. خب پایین تر دوباره میبینیم دقیقاً ابزارهایی به همین شکله، اینها رو هم تست کنید. مثل هوریزونتال لاین رو میتونید یک خطی به این شکل بندازید اگه میخواید کفی، سقفی چیزی رو رسم بکنید. هوریزونتال ری از جایی که شما انتخاب میکنید، مثلا از اینجا به بعد و براتون خط میکشه دیگه، گذشته بازار رو روش خطی نمیندازه، فقط روی آینده بازار براتون خط رو میکشه که بتونید حالا سقف‌های کف‌های بعد رو تشخیص بدید. خب گزینه بعدی که داریم میتونه این پارالل چنل باشه. شما چنانچه بخواید یک کانالی رسم بکنید میتونید از این ابزار استفاده بکنید. خیلی ابزار کاربردی هست که خب اینجا میتونید تغییر بدید، رنگ ها رو
مشخصات کلی و میشه گفت ضخامت این خطها و سایر موارد رو. اوکی، خب میبینیم که گزینه های دیگه هم پایین هست. فعلا من از اینها میگذرم و فقط هدفم به شما آموزش گزینه های مهم هستش. اما در سومین قسمت فیبوناچی ها هستش که اینها خودش نیاز به آموزش های بسیار کاملی داره. فقط بدونید که فیبوناچی ها رو، مثلا فیبوناچی ریتریسمنت رو یا فیب چنل رو یا ترند بیس و اکستنشن و اینها رو همه رو میتونید از این قسمت رسم بکنید و چون اینها خب آموزش های خیلی کاملی داره ما ازش گذر میکنیم. فقط بدونید این قسمت مربوط به فیبوناچی ها هستش. اما ابزار چهارم یا قسمت چهارممون هم عموما ارتباط پیدا میکنه برای امواج الیوت که شما میتونید حالا امواج الیوت رو چنانچه آموزش دیده باشید از این قسمت از ابزارها انتخاب کنید و باهاش کار بکنید. و در قسمت اول هم میتونید از یک سری الگوها استفاده کنید. مثلا این الگو هد اند شولدرز یا همون سر و شانه هست که میتونید با استفاده از این الگو بیاید حالا جایی اگه سر و شانه توی چارت پیدا کردید رو برای خودتون رسم بکنید. این هم از این. میایم سر وقت گزینه پنجم. این گزینه یه خورده میشه گفت مثل گزینه اول میتونه مهم باشه. چرا؟ چون ابزاری مثل لانگ پوزیشن و شورت پوزیشن رو در اختیارتون قرار میده. لانگ پوزیشن برای زمانی است که خب شما میخواید یک معامله بای بگیرید، میاید از این ابزار استفاده میکنید. میتونید در صورت که معاملتون لانگ هست از قسمت قرمز رنگ حد ضرر و از قسمت سبز رنگ حد سودتون رو انتخاب کنید و میبینید اینجا بهتون داره نشون میده، میگه اگه تا این مرحله سود کنی 51% و چنانچه استاپت بخوره 7.89% حدود 8% استاپ خواهی داشت. و گزینه دومش هم میتونه شورت پوزیشن باشه، یعنی اینکه میخوای یک معامله سل بگیری دیگه. ببین دقیقاً برعکس لانگ پوزیشن، میای اینجا از ابزارت استفاده میکنی، حد سودت رو در معامله سل و حد زیانت رو هم با همین مشخص میتونی کامل بکنی. حالا یک سری ابزارهای دیگه هم داره، اینها رو باید چنانچه حالا زیر نظر استاد خاصی آموزش میبینید اینها رو بهتون بگم. من هدفم اینجا کلیات هستش. فقط این سه گزینه آخرم بگم. شما میتونید، من آخریشو مثال میزنم که میشه گفت تکمیل هر سه گزینه هست. دیت اند پرایس زمانی که انتخاب کنی میتونی از این کندل تا این کندل رو فرضاً مشخص بکنی، بگی آقا از اینجا تا اینجا چقدر زمان برده. اینجا داره میگه آقا 37 تا کندل بوده، تو چه تایمی؟ مثلا 4 ساعته. اوکی، حالا چند روز و چند ساعت بوده، چقدر ولوم خورده، یا مثلا چند میلیون چند میلیارد دلار درش معامله انجام شده، یا چقدر نوسان داشته. این هم ابزاریه که خیلی به دردتون میخوره. اما گزینه میشه گفت 1 2 3 4 5 و ششمتون، گزینه ششم هم یک سری امکانات در اختیارتون میذاره، مثل این براش که شما میتونید باهاش مثلا یه خطی بکشید، یه چیزی بنویسید. کاربری گزینه براش این هستش، یا مثلا هایلایتر هم که خب مشخصه دیگه از اسمش، میتونید یه قسمت هایی رو برای خودتون هایلایتش بکنید. خب از قسمت مثل ارو مارکر میتونیم این فلش ها رو بکشیم، یا میتونیم حالا این ارو خالی و نشانه رو استفاده کنیم. این هم همینطور میتونید رنگی که میخوای انتخاب کنی، ضخامت و سایر موارد رو انتخاب بکنی. اینها رو خب دوستان میتونید همه رو تست کنید. اما توی این قسمت یه گزینه خیلی مهمی که میتونیم داشته باشیم این رکتنگل یا همین مربع هست. شما مثلا میخوای اوردر بلاکی بکشی اینجا، میتونی از این استفاده بکنی و میتونی رنگش رو هم برای خودت اینجا مشخص بکنی. و از قسمت ابزارها میتونی extend right یا extend left رو انتخاب کنی یا خیر. ببین اگه extend right یا extend left رو انتخاب نکنی، این رکتنگلیو که میکشی خودت دیگه دست خودته، چقدر بخوای جابجاش بکنی. زمانی که این گزینه رو فعال میکنی میای روی setting، میگی آقا من وقتی اینو کشیدم تو خود اتومات
ببر به آینده بازار واسه من. اوکی، پس زمانی که اینو فعال کنی میبینی خودش اصلا شروع میکنه از سمت راست یا چپ، دست خودته، میتونی تنظیم کنی برات رسم کنی. این رکتنگل خیلی دوستان مهم هستش و یک سری ابزارهای دیگه که میتونید ازش استفاده بکنید مثل این. پس چنانچه دوست داشتید که یک ابزار رو دنبالش نگردید، میتونید این گزینه ستاره رو کنارش بزنید و دیگه اینجا براتون نشون داده میشه. این هم هر جا دلتون بخواد میذارید دیگه، دنبال ابزارهاتون نمیگردید. مثلا من اینجا این رکتنگل رو بخوام یا این مربع رو بخوام، اونجا دیگه کلیک میکنم. یا فرض بخوام مثلا این پرایس مارکت رو انتخاب کنم که رو هر جا بزنم قیمت اون منطقه رو به من نشون میده، دیگه نمیگردم. تو همینجا من تو قسمت فیوریت هم قرارش دادم. گزینه بعدی هم به شما یک قابلیت تکست رو میده، یعنی بتونید متنی رو که میخواید رو تایپش بکنید، که حالا من رنگش رو هم سفید کنم. سایزش رو میتونید به دلخواه تغییر بدید و میتونید از سایر موارد هم استفاده کنید. یکی از گزینه‌های جالبش هم همین پرایس لیبل. مثلا میبینید محدوده اوردر بلاک رو کشیدی فرضاً، باید ببینید به اینجا برسه چقدر وسط اوردرت، اینو میزنیم میگه آقا اینجا برسه $5 و مثلا 70 سنت. یک سری ایموجی هم اینجاها بهتون میده، میتونید استفاده کنید. و یه ابزار مهم همین خط کش هست که شما میگه آقا من اگر اینجا مثلا یه پوزیشن بای بگیرم تا اینجا چقدر میتونم سود کنم، به شما میگه آقا 28.5% به شما میتونه سود بده. این پایینم زده مثلا معادل 13 تا کندل 2 روز و 400. اینها رو هم به شما نشون میده. و یا بالعکسش میگه آقا اگر بازار از این ناحیه بخواد ریزش کنه چند درصد میشه، خب اینو میگیری جا بهت میگه آقا 10.24%. این میشه گفت گزینه های مهم برای سایت تریدینگ ویو بود که هر معامله‌گری باید اینها رو بلد باشه. موفق و پرسود باشید. ارادتمند شما میلاد غفاری هستم.